پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند بهترین شما خوش اخلاق ترین شماست. روایت مسلم. پس ای برادر و خواهر مسلمان، اخلاق نیکو داشته باشید. با دوستان، با برادران، با همسایگان، با همدرسان، خصوصا با پدر و مادر رفتار نیکو داشته باشید. از بد اخلاقی کسی به جایی نرسیده است. هیچ کسی با بد اخلاقی آبرو و عزت نیافته است. این اخلاق نیکوست که انسان را زیبا می کند. انسانی که دارای اخلاق نیکو باشد محبوب قلبها قرار می گیرد. الگوی ما و شما محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم خوش اخلاق ترین مردم بودند. پس اخلاق نیکو را بر خود لازم بگیرید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.